نماز عصر از همه بزرگترین نمازها هست. در 5 وقت نماز بزرگترینش عصر است. اکثر مردم عصر قضا میکنند. الله تعالی حتی گفت که حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی، شما 5 وقت نماز محافظت کنید. محافظت کنید به معنی خوانید نه. 5 وقت نماز خوانید نگفت الله تعالی، محافظت کنید. چقدر محافظت کنید؟ یعنی حالی نماز نشده است بر وقت‌تر طهارت کنید، لباس‌های خوشرو پوشید، آمادگی خود به نماز گیرید، به مسجد روید. آداب راهروی به نماز است. بعضی عالما کتاب نوشتن آداب المشی الی الصلاه، آداب راهگردی به سوی نماز. وقتی که بنده به مسجد به نماز جماعت میرود چه خیلی باید راه گردد، احکام راهگردی. وقتی که به مسجد میدارد حالی بر وقت، حالی اذان نگفته است، تحیات مسجد میخواند، نماز میخواند، منتظری نماز فرض میشد گویا که وای در داخل نماز است. بعد وقتی که نماز شروع میشد با تمام اخلاص و خشوع و خضوع در پیشگاه الله تعالی میایستد، نماز میخواند، بعد نماز ذکرها رو میکند. این آدم نمازش محافظت کرده است. الله تعالی گفت که حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی، 5 وقت نماز محافظت کنید و نماز میانه را.